اسماعیل خان می‌خواهد با حضور هزاران تن از هواداران خود در هرات به دولت مرکزی مانور بدهد که هنوز هم از نفوذ گسترده‌ای برخوردار است و نادیده گرفتن آن در ساختار حکومت جدید افغانستان ناامنی‌ها را افزایش خواهد داد. او به بهانه تجلیل از 26 دلو سال روز خروج عساکر شوروی سابق از افغانستان از تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی انتقاد کرد. او گفت که بیشتر اعضای کابینه جدید کسانی اند که زمینه تجاوز افغانستان را به شوروی سابق هموار ساخته و همچنان از تابعیت‌های دوگانه برخوردارند. کابینه با 50% تابعیت دوگانه، کابینه با داشتن اکثریت از کمونیستا در این وطن امنیت نخواهد آورد. اسماعیل خان در حال نگران حضور کمرنگ مجاهدین در ساختار کابینه افغانستان است که تاکنون تنها 8 تن از نامزد وزیران از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد گرفتند و همچنان ولسی جرگه برخلاف ادعای این قماندان جهادی به افرادی که دارای تابعیت دوگانه بودند صندوق نگذاشت و کاندید وزرایی که تابعیت دوگانه داشتند بعد از سلب تابعیت دومیشان به ولسی جرگه معرفی شدند. با این حال آقای اسماعیل خان تاکید دارد که بدون موجودیت پررنگ رهبران جهادی در ساختار نظام کنونی افغانستان امنیت به وجود نخواهد آمد و تداوی امنیت افغانستان به دستان مجاهدین خواهد بود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.